ای اوچا جان خوش اومدی باور میکنی اوچا جان خوا سحرای خوا بگاه خوا عبدای من به شما نمیتونم خوراک خورده شما رو میبینم هم سیر میشم هم گفتی همون گپا که با اشتیاق میام مادر عزیز همین شرین را بگیری که مادر جان همین زندگی ما ایوال شرینه خداوند هیچ وقت حقش نکنم که دوی ما شرین باشه بگیری مادر جان نه یا خودت کار میشه نیم ساعت چه یک ساعت چه ما زیاد دارم که خود بیاری خیلی مردم و خیلی اوچا جون از ریزی از خود کم تر شدیسه هیچ گپ نی بچم هیچ گپ نی مردا خوراک تیاره کشیده بیارم تیار شده که؟ بله مردا چی خواه کردی؟ آش تیاره آش هی تا خود استاد گلای اوچا موشا به دوست میدونه به ما یک بارا مادر فرود کنم بیا با یک جا سرجم بشینیم ها آماده ما یک آمادگی بین سحر مادرم ابد مادرم بگاه مادرم شما یگان خوراکتون به مادرتون خورده نمیتونین ما احمق شدیم که در همین نزدیکی خانه مادرت خانه گرفتیم همون قشلاق خوبتر بود که همون یک ماه یک بار می آمد می دیدیمشو می رفت هر روز سحر ابد بگاه مادرت همین جده به مادرت تو خوراک خورده نمیتونی بزنه که ابله مادری من میوه یک پیوله چای تا میخوره یک بردن نون تا میخوره یکون جد کم میشوه آدمو در حسرت یونن که یک از یک کف دوشون بده تی خیلی عقل داری یا نداری با یک کاسه اوقاتی که مادری من میخوره یکون جد کم میشوه با یک بردن نونی که مادری من میخوره کم بغل میشه گشنه موندی به پول موندی به خونه و در موندی که تی خیلی گپ میزنی اگر همین خیلی پیش رفتن گیرد گشنه را میمونیم کم بغل میشیم به لباس و به خونه و به در میشویم این همه چیز زندگی میمونیم و آواره کوچه مردم میشویم ای زنکی ابله تو برای یک کاسه اوقات تیار کردن چند قدر وقت صرف میکنی نیم ساعت یک ساعت صرف میکنی نه که تو را فکر نمیکنی که مادرای ما 18-20 سال عمر خودشون صرف کردن که یک کودکی خورده که با یک مردی بزرگ تبدیل بتن نه که بعض زنای بیعقل بعض اینم خیلی طور زنا در بین یک ماه 2 ماه 6 ماه مردکا را بگیم که نامرد میکنین بیعقل میکنین گمراه میکنین بفهمی آدم با دوم سبزایی چیزا فراموش نکن ما خنده مادرم باشه دعای مادرم باشه هستی مادرم باشه سلامتی مادرم باشه ما کلی دنیا سیرم Подписаться, лайк и комментарий رو فراموش نکنید. رجب علی ایبرانی